آرایش زن مطلوب است، خصوصا زنهایی که شوهر دارن باید زینت خود برای شوهرها آشکار کنن، خود زیبا بسازن. شرعا مطلوب است. البته این آرایش در حدود شرع بوده باشه، مخالفات شرعی را مرتکب نشوند، چیزایی را که شریعت ممنوع قرار داده، مانند کندن مو از چهره و یا داغ گذاشتن و یا موی سر با مانند کوهان شتر ساختن، امثال از اینها که در شریعت من آمده، یا لباس های نازک و چسب پوشیده و خدا برای دیگرها به نمایش بگذاره، یا اما زیب و زینت خدا برای دیگرها نشان بتیه، آرایش میکنه، با آرایش بیرون بدر میشه، چیزا حرام است برای زنها. اما آرایش برای شوهر به این ثواب میگیره، با این انشاءالله الله تعالی برش اجر میتیه، شوهر خدا به این راضی میسازه. قاش رنگ کردن و لبها را همچنان رنگ کردن یا مواد آرایش که استفاده میکنن یا چهره را، اینا کدام مشکلی شرعی نداره.